روز دوشنبه ازدحامی با تقاضای استعفای نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیف در کوچه های سانکت پتربورگ رقص کردند و به تقلید از مرغابی ها سرود خواندند. یک روز پیش از این رهبر مخالفین الکسی ناوالنی فیلم مستندی را نشر کرد که در آن مدودیف به فسادکاری گسترده متهم می‌شد. در این فیلم مالکیت غیر منقول نمایش داده شد که به گفته مؤلف به نخست وزیر روسیه مرغابی در یکی از کل‌های مدودیف زندگی می‌کنند. سربازیر مدودیف به پیران سالان ما که با نفقه ناچیز روز می‌گذرانند میگوید ما پول نداریم طاقت کنید، حالان که خودش حتی برای مرغابیش پناهگاه ساخته است. مؤلف میگوید مدودیف برای خود بستانسراها بنیاد کرده است که یکی از آنها کولی خصوصی دارد و در آن نخست وزیر برای مرغابی ها نیز پناهگاه بنیاد کرده است. این خانچه بر رمز دارایی به اندازه نخست وزیر تبدیل یافت. در هر کشوری درست پرزیدنت سابق که حالا هم وظیفه دولتی به عهده دارد بعد آشکار شدن معلومات طوری در فیلم ناوالنی می‌بینیم باید به استعفا می‌رفت. از این رو ما ساکنان فعال سانکت پتربورگ جمع شدیم که دیده و شنیده همان را بحث نموده استعفای مدودیف را در میان گذاریم. در فیلم خود ناوالنی ادعا می‌کند که مدودیف با استفاده از سازمان‌های غیر انتفاعی از اولیگارخ‌ها برای خریدن مالکیت گرانبها پول گرفته است. تحقیقات مؤلفان این نتیجه را داده است که مالکیت مدودیف به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار برابر است. در گردی همایی اعتراضی جنبش دموکراتی جوانان وسنا دست کم 50 نفر اشتراک کرد. از این بین پلیس عده‌ای از فعالان را بازداشت نمود.